دیدی سعیده؟ قرار بود 3-4 روزه بریم مسافرت و برگردیم خونه، اما سفر طولانی شد. 2 ماه و 12 روز. هیچ وقت فکر نمی کردم بتونم این همه وقت تو بیمارستان بمونم. خب بازم جای شکرش باقیه. نیلوفر جان میدونی چه بلایی از سر شما رفت شد؟ نباید ناشکری کرد. نه الان فقط نگرانم. نگران چی؟ نگران فردای خودم. احمد، عزیز، بهمن، شما توی این مدت هیچ برخوردی با هم نداشتی؟ تا منظورت از برخورد چی باشه؟ اگه منظورت کتک کاری باشه که نه. تو خودت میدونی منظور من چیه. راستی از مددجوام چه خبر؟ اتفاقا یکیشون همین امروز اومده اینجا دیدن تو. کجاست؟ تو اون اتاقن پیش عزیزیناست. پس بریم ببینیمش. خیلی بریم. اگه ببینیش میشناسیش؟ فکر نمی کنم. من همیشه صداهاشون رو شنیدم. کدومشون هست؟ همون دختری که از زندگیش سیر شده بود اونه. خانم تو رو خدا بفرمایید. خواهش میکنم ازت. مرسی خانم. شما چرا نمیخورین؟ بفرمایید خواهش میکنم. سلام. نیلوفر جون. سلام خانم. خب حالا اگه گفتی اون دختری که گفتم کدوم یکیشونه؟ فکر میکنم ایشون باشن. فرشته خانوم. آره درست حد زدیم. شما من از کجا شناختین؟ راستش من همیشه شما رو با همین چهره تجسم میکردم. مهربون و نازنین. ممنونم. انشالله مشکلاتتون برطرف شد؟ بله اون احمقانه ترین راهی بود که میشد پیدا بشه. مشکلاتم که حل نشد ولی حماقتمو کنار گذاشتم. چطور شد این اتفاق افتاد؟ خب هر کسی یه سرنوشتی داره دیگه. اما سرنوشت من این بود که با شما آشنا بشم. ما همیشه شما رو به عنوان کد شماره 3 میشناختیم ولی حالا با اسم کوچیکتون. اجازه میدین از این به بعد شما رو با اسم کوچیکتون صدا کنم؟ نیلوفر. حتما. ممنون. خواهش میکنم یه چیزی بفرمایید بخورید. بفرمایید. ممنونم. باید به عمو یوسف بگم این راهو هموار کنه. هموار کنه؟ نیلوفر خب ما که خودمون خونه داریم. که من هنوز ندیدمش. مگه ما قراره بریم اونجا؟ اونجا یعنی چی؟ خب اونجا خونه ای ماست. ببینم مثل این که ما قرار نیست سر سامون بگیریم. چرا؟ ولی فکر نمی کنم عزیز راضی بشه. ببین عزیز خانوم شما که یه بار رضایتشو اعلام کرد. کی؟ همون موقع که اجازه داد ما ازدواج کنیم. یه چند روز دیگه هم صبر کنیم. چند روز دیگه هم صبر میکنیم. باش 3 روز دیگه، 5 روز دیگه، 1 هفته، 10 روز، نمیدونم. خیلی خوب. شما چیز نمیخواد؟ چیز احتیاج نداری؟ نه تو برو پیش عزیز تا من لباسمو عوض کنم. خیلی خوب.